سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم به یه سری توضیحات راجع به پروژه مهندسی نرم افزار بدیم. پروژه مهندسی نرم افزار درس ترم 5 هست و توسط دکتر بیدوکی ارائه شده. بنده هم محمد حسین دانشپژوه هستم از گروه PGUS-GPU. خب همینطور که میبینین این فایل فاز آخر پروژه مهندسی نرم افزاره که مستندات تحلیل و مدل سازی. اعضای گروه ما هم شامل خودم، محمد حسین دانشپژوه، امیرحسین فقیه، ابوالفضل حسن‌پور، محمد حسین خلیفه، احسان سهولی هستیم که هممون ورودی‌های 401 مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس دانشکده فن مهندسی جمع است. این درس هم توی ترم 1 سال 1403 ارائه شده. خب اولش بریم بپردازیم به موضوع پروژه. موضوع پروژه ما در ابتدا پلتفرم اطلاع رسانی رویدادهای علوم کامپیوتری و فناوری اطلاعات که ما رفته طبق فیدبک هایی که گرفتیم و توضیحاتی که داده شد چه توسط استاد چه توسط دیگر دوستانمون به این نتیجه رسیدیم که این پروژه توی اول مسیر و برای ادامه راه خیلی مشکل ساز قرار بشه، چون که خیلی پیاده سازی سنگینه و خیلی چیزهای زیادی رو پوشش میده. به همین دلیل تصمیم گرفتیم ما روی یه موضوع خیلی خاص فوکوس کنیم، یعنی پلتفرم اطلاع رسانی و برگزاری مسابقات برنامه نویسی. یعنی از بین این همه چیز سمینار، همایش، کنفرانس، دوره های آموزشی، کورس ها و امثال هم، حتی صنعت گیم، ما تصمیم گرفتیم فقط روی این موضوع خاص فوکوس کنیم، چون که هممون یه سررشته توی این موضوع داریم. همونطور که اینجا می‌بینید یه سری توضیحات راجع به تغییر پروژه داخل اواسط پروسه فعالیتمون انجام شده. در ادامه این فایل ما موارد کاربرد یا یوز کیس ها رو داریم که توی تمپلیت کوبرن نگارش شدن. بعدش نمودارهای مورد کاربرد، بعدش نمودارهای فعالیت مربوط به یوز کیس ها، ERD، نمودار کلاس، بعدش کارت های CRC. ولی خب ما صرفا قراره در حال حاضر نگاه اجمالی روی اینا داشته باشیم. عمده ویدیو قراره صرف بشه برای توضیحاتی که برای پیاده سازی پروژه انجام دادیم. همونطور که می‌بینید اینا یوز کیس های ما هستن که تعدادشون به حدوداً 20 تا میرسه. خب اینجا ما میرسیم به نمودار یوز کیس ها و روابط بینشون. توضیحات راجبش. این تصویر یه دیاگرام یوز کیسه و مبتنی بر اکتور توی سیستم یا پروژه نرم افزار استفاده میشه که برای ما به صورت خیلی خلاصه شده به این شرحه. این رو هم همونطور که میبینید اکتیویتی دیاگرام ماست. بقیه موارد هم entity relationship دیاگرام و کلاس دیاگرام و CRC cards که دیگه بهشون خیلی نمیپردازیم. هرچی سریعتر بریم سراغ پروژه بهتر. خب برای پروژه طبق پیشنهاداتی که انجام شد و به خاطر وقت خیلی کم ما سعی داشتیم پروژه رو بر روی وردپرس پیاده سازی بکنیم. وردپرس CMS که آماده است، خیلی اطلاعات زیادی ازش توی اینترنت هست، پیاده سازی سایت باش خیلی راحت تر از حالت عادیه و این به نفع ماست، چون که توی دوره کوتاهی که ما توی درس مهندسی نرم افزار داریم باید به تحلیل و بررسی سیستم‌های نرم افزاری بپردازیم و آخرش اگر وقت شد روی پیاده سازی اون سیستم وقت بذاریم که البته خیلی زمان بر هست. ما خودمون به عنوان یکی از 5 تیم موجود در کلاس نتونستیم این کار رو به نحو احسن انجام بدیم. خب برای استفاده از وردپرس ما توی پروژمون میتونستیم از هاست استفاده بکنیم، از دامین استفاده بکنیم
که البته هم هزینه بر بود، هم کانفیگ کردنش یکم زمان بیشتری رو می‌برد. ما می‌خواستیم زمان رو بذاریم روی خود پروژه، نه انجام این کارهای جانبی. برای همین بهترین چیز و سریع‌ترین چیزی که دیدیم استفاده از زمپ بود. حالا نمونه دیگه‌اش توی لینوکس میشه لمپ و امثال هم. زمپ بعد از اینکه نصبش میکنی یه دونه وب سرور رو ران میکنه، یه دونه پایگاه داده رو اوکی میکنه دیگه، PHP my admin اوکی میکنه و تو با استفاده از اینا میتونی به صورت لوکال روی سیستم خودت اون رو اجرا بکنی، وردپرس رو اجرا بکنی و کارها رو انجام بدی. حتی بعضی وقتا یه سری مهندسین نرم افزار میان همون سیستم نرم افزارشون برای وردپرس روی لوکال پیاده سازی میکنن، بعدش اون رو انتقال میدن به هاست. اینطوری خیلی راحت تره و هزینه و زمان خیلی کمتری ازتون میگیره، چون که شما برای هاست باید هزینه بکنید. خب ما اول از همه زمپ رو ران میکنیم تا بتونیم سایتمون رو ببینیم. این سایتی هم که میبینین سایت گیکس فور گیکس که آموزش و نحوه نصب زمپ رو داده داخل لینوکس. ولی خب ما الان صرفا میخوایم استفاده بکنیم ازش برای اجرا کردنش. ما قبلا یه بار زمپ رو نصب کردیم. خب همونطور که اینجا میبینین زمپ نصب شده و استارت شده و ورژنش رو برای لینوکس نشون میده. سرور آپاچی رو میگه اوکیه، مای اس کیو ال هم اوکیه، پرو اف تی پی دی هم اوکیه، همشون آلردی رانینگ. خب برای اینکه ما بتونیم محیط گرافیکی رو ببینیم و یکم برامون ملموس تر باشه، ترجیحاً ما از بخش گرافیکیش هم بهترین استفاده رو میبریم. خب همونطور که میبینید این بخش گرافیکی زمپه و نشون میده که هم مای اس کیو ال دیتابیس رانینگ، هم پرو اف تی پی دی، هم آپاچی وب سرور و اپلیکیشن لاگ ها رو هم میتونیم ببینیم در صورت خطا یا هر مشکلی که پیش اومد. همچنین میتونیم استارت کنیم، همشون رو استاپ بکنیم یا ری استارتشون بکنیم. خب این یه وبسایت اولیه است که ما با استفاده از وردپرس ساختیم. مسلماً چیز خاصی خیلی توش نیست، یعنی یه قالب ساده و پیش و پا افتاده است، چون که ما نتونستیم وقت زیادی بذاریم روی این که پروژه رو به صورت کامل روی وردپرس پیاده سازی بکنیم، چون پروژه ما به تیکه های کوچیک کوچیکی تقسیم شده که هنوز به هم وصل نشده. ما سعی کردیم هر بخش رو به صورت جدا پیاده سازی بکنیم، در نهایت اگر فرصت شد اونا رو به هم وصل کنیم، که البته متاسفانه هنوز فرصت نشد. به عنوان مثال این یکی از صفحات سایت هست که توش صحبت شده راجع به یک کاپ که مثلا توی سال 2025 برگزار میشه دیگه. تاپ ریتد ها اینجا مشخص میشن و همچین چیزی. ما یه نمونه دیگه همین رو پیاده سازی کردیم با استفاده از HTML و CSS که حالا اون یکم ظاهر زیباتری داره. این کد HTMLش هست که صرفا یه نمونه اولی است برای این کار. این هم کد CSSشه. خب ما این رو با استفاده از لایف سرور که یه اکستنشن توی VS Code میتونیم ران بکنیم. خب این یه نمونه دیگه از سایت ماست که عنوان مثال وقتی کاربر میره توی صفحه مسابقات یا رویدادها همچین چیزی رو بهش نمایش داده میشه. خب اون بالا لوگوی اولیه هست که اسم گروه PGU. پایین اسمش سامانه اطلاع رسانی ثبت نام آنلاین مسابقات برنامه‌نویسی، پایین ترش خانه رویداد، تماس با ما، ورود. حالا اینا رو به راحتی قابل تغییرن، اگر نیاز داشتیم یه چیزی اضافه کنیم یا یه چیزی رو کم بکنیم. این صرفا چون نمونه اولیه است خیلی مهم نیست، خیلی به این موضوعات ما نپرداختیم. اینجا عکس هر مسابقه قرار داره که به صورت هاور هست و حالا ما میتونیم یه سری تغییرات توش ایجاد کنیم. به عنوان مثال وقتی هاور میشه یه سری اطلاعات دیگه هم نمایش داده بشه که یه سری چیزهای ریز راجع به مسابقه گفته بشه، یا مثلا دکمه ثبت نام که رنگش تغییر میکنه
و ما اینجا ثبت نام رو هم میتونیم انجام بدیم. با استفاده از آلرت بهمون نشون داده میشه که ثبت نام با موفقیت انجام شد. خب این هم یکی دیگه از بخش‌هایی بود که ما برای یو تعبیه کردیم. خب مسلما خیلی جای کار داره، صرفا یه نمونه اولیه و ساده است و ما توی این زمان کوتاه که میشه از تحویل فاز 5 پروژه تا الان که فکر میکنم حدوداً 6 روز باشه، اینها رو پیاده سازی کردیم. ولی خب باز هم برای همین 6 روز هم خیلی زمان کمی رو مجبور شدیم تخصیص بدیم، چون که تعداد دیگه از روزها هم برای ارائه پروژه های دیگه باید میذاشتیم. ولی خب باز هم این تا اینجا. بخش بعدی سیستم ما میشه سیستم داوری خودکار، داوری آنلاین، آپلود کدها، اطلاعات مسابقه دهنده ها و امثال هم. این رو ما با استفاده از یه سیستم به اسم دامجاج پیاده سازی کردیم. خب حالا دامجاج چی هست؟ دامجاج یه سیستم اوپن سورس داوری خودکاره که کدها رو جاج میکنه و خیلی امکانات زیادی رو در اختیار ما قرار میده. یه سری از بزرگترین مسابقات برنامه نویسی دنیا، اهم از ICPC جهانی که از تمامی کشورهای دنیا میشه گفت نماینده داره، از همین سیستم اوپن سورس استفاده میکنه. یه سری جاهای دیگه، گوگل، مایکروسافت، هر کدومشون میخوان کانتست برگزار کنن از این سیستم داوری استفاده میکنن. سیستم دامجاج یه سیستم اوپن سورسه که تمامی کداش توی گیتاب قرار داره، ما میتونیم ببینیمشون، میتونیم توشون تغییرات ایجاد بکنیم و خیلی امکانات خوبی به ما در اختیار ما قرار میده. به عنوان مثال ما میتونیم به صورت لوکال دامجاج رو ران کنیم روی سیستم شخصیمون با استفاده از حالا یا داکر یا با استفاده از آپاچی، انجینیکس. هیچ کدوم از اینا مشکلی نیست. صرفا شاید یه سری از کانفیگ‌های خیلی خاص باشه که وقت زیادی رو ازمون بگیره، ولی در حالت عادی ما هیچ مشکلی نداریم برای استفاده از دامجاج روی سیستم لوکالمون. از امکاناتی که میتونیم بهره ببریم توی دامجاج میشه مثلا کانتست ها بود که اکسترنال آیدی دارن، اطلاعات دیگه دارن، نیم دارن، میتونیم پروسس هاشون رو قطع کنیم، مدال ها، پابلیک بودن یا نبودنشون، تیم و غیره. دیگه یه سری چیزهای دیگه داره، مثلا سوالات و حرفایی که رد و بدل میشه بین تیم ها، بین اعضا، که ما میتونیم توی سایت تعبیه‌شون بکنیم. ساب میشن کد ها، هر شخص چند بار یک کد رو آپلود کرده برای سوال، کدوماش درست بوده، کدوماش درست نبوده، چه خطاهایی داشتیم، ران تایم ارور بوده، تایم لیمیت بوده، رانگ انسر بوده، کدوم از اینا بوده. میتونیم بسته به اطلاعاتی که داریم یا مثلا صحبتایی که شده با مسابقه دهنده ها ریجاج رو انجام بدیم. شاید توی حین مسابقه متوجه بشیم که یه سوال غلطه و اون رو تصحیح بکنیم، بعدش باید دوباره جاج رو انجام بدیم و با استفاده از این سیستم میتونیم این کار رو به راحتی انجام بدیم. یکی از مهمترین بخش‌های دیگه‌ای که داره اسکوربورد هست که امتیازات رو به صورت لحظه‌ای نمایش میده و به صورت فکر کنم هر 5 ثانیه رفرش میشه و ما میتونیم اطلاعات جدید رو ببینیم. حالا مثلا به عنوان مثال همونطور که گفتیم این اوپن سورس و قابل تغییر، یکی از تغییراتی که باید انجام بشه روش همین بحث یو آیش هست. و حالا مثلا این یو آی خیلی ظاهر جذابی نداره، میشه این رو تغییر داد، توش ایجاد تغییراتی کرد و اون رو ارائه داد. از دیگر مواردی که در اختیار ما قرار میده، خب بررسی کردن یوزرها، رسیدگی بهشون، دیدن اطلاعاتشون و اینا هست. تک تک این چیزهایی که بفور کانتست حالا جدا سازی کرده، during کانتست، یا حتی داکیومنتیشن کاملی که داره و میتونیم ازشون
اطلاعات بگیریم یا حتی API هاش. یا یکی از موارد خیلی جالبی که داره اینه که دست تو رو توی استفاده از کامپایلرها و مفسرها، اینترپرترها باز میذاره. تو میتونی تقریبا تمامی زبانهای ممکن رو داخلش استفاده بکنی اگر اینترپرتر یا کامپایلرش رو در اختیار داشته باشی. صرف داشتن فایلش باعث میشه که اون کد رو بگیره و آپلودش بکنه و ورودی خروجی رو بهش بده و تصمیم بگیره که آیا این کد درست است یا درست نیست یا در چند درصد درسته. مثلا توی اینجا هر مسابقه دهنده یا هر تیم رو بر اساس کشور جدا کرده که خب حالا توی پروژه ما که مسلماً برای ایران تعبیه شده و هیچ کاری به کشورهای دیگه نداره، ما میتونیم این بخش رو تغییر بدیم و بکنیمش مثلا دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور و لوگوهای اونا رو قرار. توی اینجا هم میتونیم ما سوالات رو قرار بدیم، حالا چه متن سوالات، چه فایل PDF سوالات که کاربران میتونن همون لحظه که مسابقه شروع میشه اون رو دریافت کنن از سایت و بهش پاسخ بدن. این هم یه فایل 8 صفحه‌ایه که توضیحات کلی رو داده راجع به نحوه استفاده از این سیستم اوپن سورس که توضیحات خوبیه به نسبت، شاید خیلی هم کامل نباشه ولی خب تا میزان قابل توجهی از موارد دستت میاد و میتونی مثلا استفاده بهتری ازش ببری. همونطور که میبینین نوشته Beginner's Guide، یعنی برای استفاده های حرفه‌ای تر یه سری دفترچه های حرفه‌ای تر داره و میتونیم از اونها استفاده ببریم. خب و در نهایت اینم یه سری اطلاعات تکنیکال از پروژه‌مونه که همونطور که گفتم پروژه ما روی زامپ تعبیه شده. این PHP MyAdmin، پایگاه دادمون مثلا با SQL، آپاچیمون ورژن 2456 که یونیکس بیسه و دیگر با این اطلاعات PHP 8. تیبلی هم که ساختیم این هست و اگر خواستیم استفاده های دیگری ببریم از همین تیبل میتونیم استفاده بکنیم. حالا صرفا یه نمونه اولیه بود و هر اسم هر کدومش با ABCD EFGH و اینا ساخته شده، ولی خب ما امکان این رو داریم که تغییرات کامل توش ایجاد بکنیم، چه حالا از طریق کد چه حالا از طریق UIش و به صورت گرافیکی. خب این بود پروژه ما به صورت کلی. همونطور که گفتم مسلما پروژه ما کامل نیست و با قطعات ریز ریز تقسیم شده. ما اگر وقت بیشتری در اختیار داشتیم میتونستیم پروژه رو بیشتر و بهتر پیش ببریم. به عنوان مثال همون دامجاج رو خیلی شخصی سازی تر بکنیم، حالا چه برسه UIش چه برسه چیزهایی که نیاز داریم ازش، حتی زبانهایی که نیاز توش تغییرات ایجاد بکنیم و کامپایلر یا مفسرش رو بهش اضافه بکنیم و از این قبیل موارد. و مهمتر از همه، حالا که توی کلاس هم بیشتر بهش اشاره شد، برای پیاده سازی پروژه UI سایت. ما UI سایت رو به صورت اولیه با استفاده از فیگما پیاده سازی کردیم، ولی خب چون که خیلی طول میکشید پیاده سازیش به صورت HTML CSS JS و یا حتی ریاکت، چون زمان زیادی میبرد، ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام ندیم و صرفا همون استیت های کوچیکی از پروژه رو که انجام دادیم ارائه بدیم. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین و این ویدیو رو دیدین. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.